حالا شده وارد یه راهرو یا ساختمون بشی و یه حس عجیب بهت دست بده؟ نه یه چیز ترسناک یا یه خطری تهدید کنه ها، نه، فقط یه حس عجیب، یه حسی که آشناست، انگار قبلا اونجا بودی اما مطمئنی هیچ وقت اونجا نرفتی. حالا تصور کن یه روز در اتاق باز کنی و وارد جایی بشی که هیچ انتهایی نداره، هزاران اتاق زرد رنگ، نورار فلورسنتی که مدام وزوز میکنن و فرش‌های قدیمی و راهروهایی که تا بی انتها ادامه دارن. و بدتر از همه یه حسی که انگار یه چیزی از دور داره نگات میکنه. امروز قراره درباره فیلمی حرف بزنیم که از یه عکس ساده اینترنتی شروع شد و حالا تبدیل شده به یکی از عجیبترین و مورد انتظارترین فیلم‌های ترسناک سال، فیلمی به اسم بک رومز. قبل از اینکه درباره خود فیلم حرف بزنیم باید بدونیم که اصلا بک رومز چیه. داستانش از یه عکس شروع شد و یه عکس کاملا معمولی سالها پیش توی اینترنت و سوشال مدیای مختلف پخش شده بود و عکسی که از چند تا اتاق خالی زرد رنگ بود. تقریبا هیچ آدم یا هیچ هیولایی توش دیده نمیشد و هیچ اتفاق خاصی هم توی تصویر وجود نداشت، اما یه چیز عجیب داشت، یه حس اشتباه، یه حس ناخوشایند. انگار فضا نباید وجود داشته باشه، انگار قوانین دنیا اونجا توی اون عکس درست کار نمیکنن و دقیقاً همین حس باعث شد هزاران نفر شروع کنن به ساختن داستان. کم کم اینترنت یه افسانه جدید خلق کرد، افسانه‌ای که میگفت اگر روزی واقعیت نشتی کنه یا اصطلاحاً اون باگ معروف نو کلیپشی، ممکنه داخل بک رومز بیفتی و یه جایی که نه راه خروج داری، نه نقشه داری و شاید هم هیچ انتها و پایانی هم نداشته باشی. اما کسی که این ایده رو از یک افسانه اینترنتی به یک پدیده جهانی تبدیل کرد یه نوجوان بود، کین پارسونز، یه یوتیوبری که مستقیما به هالیوود رسید. عجیب‌ترین بخش داستان فیلم اصلا خود فیلم نیست، بلکه سازندشه. کین پارسونز زمانی که ویدیوهای بک رومز رو ساخت هنوز سنی نداشت و نوجوان بود و با چند تا فیلم کوتاه توی یوتیوب و که نه بودجه های عظیمی داشت نه استودیوهای بزرگی ازش حمایت میکرد شروع کرد و تقریبا اون ویدیوها میلیونی بازدید گرفتن و اتفاقی که افتاد گفت تا چند سال قبل تقریبا غیر ممکن به نظر میرسید. استودیوی A24 که همون استودیویی که فیلم‌های مثل Hereditary، Midsommar یا Everything Everywhere All at Once رو ساخته رفت سراغش و همون نوجوان که پشت کامپیوترش ویدیوهای ترسناک میساخت الان تبدیل شده به یک کارگردان فیلم سینمایی. حتی که از فیلمم خوشتون نیاد و نخواین فیلم رو ببینین، سخت میشه به این موقعیت احترام نذاشت. این فیلمم میشه گفت یه فیلم ترسناک نیست، من بهش میگم یه جور اثبات این که اینترنت امروزی میتونه فیلمسازای آینده رو بسازه. اما خود فیلم درباره چیه؟ داستان ما رو با چند تا شخصیت مختلف همراه میکنه، از جمله یه درمانگر که با ناپدید شدن عجیب بیمارش روبرو میشه. اتفاقی که توی ابتدا شاید یه بحران روانی به نظر میاد، خیلی زودتر مشخص میشه موضوع فراتر از یه بیماری یا توهمه و رد همه چیز برمیگرده به بک رومز. فیلم خیلی سریع وارد فضای اصلی خودش میشه. اما یه نکته داره، اگه دنبال فیلمی که همه چیز رو توضیح بده احتمالاً این فیلم برات مناسب نیست. چرا؟ چون بک رومز از اون دسته فیلم هاست که هر جوابی که بهت بده 3 تا سوال جدید برات تولید میکنه و هرچی بیشتر جلو میری بیشتر اپام برات میداره. در واقع فیلم بیشتر از این که بخواد جوابی بهت بده میخواد شما رو داخل اون کابوسه گمتون بکنه. چیزی که بک رومز رو خاص میکنه، مثل همه اون فیلم‌های ترسناک که هیولا دارن و جامپ اسکیرلر و اینجور چیزا دارن نیست. اصلا شاید عجیب باشه ولی ترسناکترین بخش فیلم خود فضاست. معماری این دنیا هیچ منطقی نداره، راهروها به جایی نمیرسن، اتاقا بی هدف ساخته شدن. یه جایی رو میبینی کوهی صندلیه، یه جایی میبینی 100 تا میز روی هم تلمبار شدن، یه اتاقی رو میبینی یه جایی که فقط ساخته شده که وجود داشته باشه و دقیقاً همین چیزیه که مغز انسان رو آزار میده. ببین مغز انسان بر پایه نظم درست شده و برای همینه که ما نظم رو دوست داریم و عاشق الگوهاییم، اما بک رومز هیچ الگویی نداره، همه چی اشتباهه و هر چی بیشتر نگاه میکنه بیشتر حس میکنه که داری دیوونه میشی. و اینجاست که فیلم دقیقاً روی مفهوم
مفهومی بازی میکنه که بهش میگن لیمینال اسپیس یا فضاهای مرزی، جایی که خیلی آشنان ولی نباید خالی باشن، مثل مدرسه‌ای که نصف شب خالی مونده، چون مغز انسان همیشه مدرسه رو با بچه‌ها و جیغ و داد و اینا میشناسه و وقتی نصف شب داری ازش از کنار یه مدرسه رد میشی و میبینی خالیه، مغز ناخودآگاه یه حس آشنا ولی ترسناکی بهت دست میده، یا مثل یه مرکز خریدی که هیچ مشتری نداره و همین حس آشنای اشتباهه که منبع اصلی ترس فیلم. اما چیزی که واقعا منو غافلگیر کرد این بود که بک‌رومز فقط درباره ترس نیست، بلکه درباره وسوسه هم داره صحبت میکنه. فیلم بارها و بارها این سوال رو مطرح میکنه: اگه جایی وجود داشته باشه که بتونی از تمام مشکلات زندگیت فرار کنی چی؟ یه جایی که قبضی نداره، استرسی نداری، مسئولیتی نداری، هیچ کسی مزاحمتی نمیشه، فقط خودتی و یه سکوت ابدی. واقعا میخوای از اونجا فرار بکنی یا شاید دلت بخواد بمونی؟ این سوال خیلی خیلی ترسناکتر از هر هیولایی که ممکنه توی همین فیلم یا یه فیلمای دیگه ببینی. توی بخش بازیگری فیلم عملکرد قابل قبولی داره. چیوتل اجیفور یکی از بهترین بخشای فیلمه. از همون ابتدا حس میکنی شخصیتش از نظر روحی وضعیت پایداری رو نداره، انگار فقط منتظر یه تلنگری که تا فرو بپاشه و بک‌رومز همون تلنگر است. رنات رینزو که نقش درمانگر عملکرد خوبی داره، شخصیتی که تمام باورهای منطقی و علمی خودش رو زیر سوال میبینه و مجبور میشه با چیزی روبرو بشه که هیچ توضیح علمی براش وجود نداره. اما فیلم بی‌نقص نیست. بزرگترین مشکلش هم میشه گفت ریتمشه. بعضی سکانس‌ها فوق‌العاده‌ان و اما بعضی قسمت‌ها بیش از حد کشدار شدن و بعضی وقتا هم خیلی بی‌دلیل داره کند میشه. از طرف دیگه هم بعضی دیالوگایی که گفته میشه به قدرت اون اتمسفر و اون فضای فیلم نیست. توی پرده سوم هم ممکنه برای بعضی مخاطبا عجیب یا حتی بحث برانگیز هم باشه، اما در مقابل فضاسازی فیلم واقعا فوق‌العاده کار شده. فیلم برداری و موسیقیش عالی و مهمتر از همه تصاویری که از فیلم میبینین بعد از پایان فیلم بازم توی ذهنتون باقی میمونن. بک‌رومز شاید ترسناکترین فیلم سال نباشه و همینطور هم ممکنه برای همه مخاطبای هم ساخته نشه مثل همه فیلم‌ها، اما یکی از خاص‌ترین تجربه‌های ترسناک چند سال اخیرتون میتونه باشه. فیلمی که ثابت میکنه هنوزم میشه بدون جامپ اسکرهای پشت سر هم یا بدون خون و خونریزای افراطی و بدون هیولاهای عجیب غریب مخاطبت رو بترسونی، اونم فقط با یه راهرو و یه اتاق زرد رنگ. البته اون حس اشتباهی که گفتم، حسی که وقتی فیلم تموم میشه هنوز رها نمیکنه. حالا نوبت شماست. اگه یه در مخفی توی خونه یا محل کارتون وجود داشته باشه مستقیم به بک‌رومز باز بشه، جرأت میکنی بازش کنی یا همون لحظه فرار میکنی؟ حتما تو کامنت ها برام بنویسید. اگه از این مدل تحلیل سینمایی و دنیای ترس و وحشت خوشتون میاد حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.